کشورهای اروپایی امضا کننده برجام اعلام کرده‌اند در صورت اجرای گام چهارم ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای از برجام خارج خواهند شد. در سال جاری رژیم ایران در اقداماتی که به گام‌های اول، دوم و سوم مشهور شد، بخشی از تعهدات برجامی خود را کاهش داد. با برداشتن گام سوم در 15 شهریور، ایران به طور قابل ملاحظه‌ای از مرز تعهدات برجامی عبور کرده است. به عبارتی ایران با 3 گام 3 سقف برجامی را دیگر به رسمیت نمی‌شناسد. سقف اول مربوط به ذخایر است که ذخایر اورانیوم غنی شده و آب سنگین را شامل می‌شود. ایران با برداشتن گام اول این سقف را رد کرد. سقف دوم مربوط به درصد غنیسازی است که در گام دوم رد شد. سقف سوم هم در زمینه زمانبندی تحقیق و توسعه بود که با اعلام دستور ریاست جمهوری از روز جمعه 15 شهریور این سقف هم برداشته شد. و گام چهارم باقی مانده سقف مربوط به تعداد سانتریفیوژ است که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه 13 آبان ماه از سانتریفیوژهای یار6 در تأسیسات نتنز به صورت نمادین رونمایی کرد. طبق نظرسنجی‌هایی که انجام شده است، بیش از 70% مردم ایران خواستار توقف غنیسازی اورانیوم از سوی رژیم در برابر لغو تدریجی تحریم‌های بین‌المللی شده‌اند. اما ماجراجویی‌های رژیم ایران در منطقه و در سطح بین‌المللی تا به امروز و بعد از گذشت 40 سال غیر از فقر و مشکلات عمده برای مردم چیزی دیگری نداشته است. مشکلی که ملیت‌های ایران از زمان روی کار آمدن چنین رژیمی به آن دچار شده‌اند و همچنان ادامه دارد.